سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان گرامی. دوباره در خدمتتون هستم با یک آموزش طلسم دیگه. طلسمی که الان میخوام بهتون آموزش بدم یک باطل سحر بسیار قویه. روایت شده که اگر کسی سحر و جادو کردنش و آواره و سرگردان شد و هیچ کاری از دستش بر نیومد، دلش گرفت، قلبش شکست، این طلسم رو با زعفران، تربت کربلا، یک مقدار شکر و آب بنویسید در ته ظرف چینی. اگر آب باران یا آب چاه باشه بهتره. و بعد از اینکه نوشتید داخل اون ظرف آب بریزید و تا 7 روز از اون آب بدید که بخوره، انشاءالله که به خواست خداوند سحر و جادوش باطل میشه. خب بریم سراغ آموزش طلسممون. یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله، یا من ازل السخره، یا حجاز موسى لم القي عصاه فاز حي صعبان مبين أزل من قصد السحر اوکی فجر انك على كل شيء قدير. یا الله، یا شکی کفی، یا قاهرو، یا الله. خب بعد از اینکه این طلسم رو با انگشتتون و با اون زعفران و تربت کربلا و شکر و آب ته یک ظرف چینی نوشتید، باید بدید که 7 روز اون طرف از این آب بخوره. و قبل از اینکه این طلسم رو بنویسید باید که غسل کنید و طهارت کامل داشته باشید و در پایان کار 100 صلوات و 1 فاتحه به روح حضرت محمد صلی الله هدیه کنید. خیلی ممنون از لطفتون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار همه.